روش صحیح برای شستشوی سبزیجات. مصرف سبزیجات و میوه‌های آلوده باعث ابتلا به بیماری‌ها و مسمومیت‌های بسیار خطرناک می‌شود. بنابراین همیشه باید قبل از مصرف سبزیجات آنها را به روش صحیح بشوییم و در شستشوی این خوراکی‌ها دقت بیشتری انجام دهیم. میوه و سبزی را با چی بشوییم؟ آموزش مرحله به مرحله شستشوی سبزیجات. اولین مرحله پاک کردن سبزی. در اولین مرحله باید سبزی رو پاکسازی کنیم. یعنی همه برگ‌های زرد، چوب‌ها و گلولای سبزی را از آن جدا کنیم و در صورت لزوم یک آب سطحی هم روی سبزیجات بگیریم. دومین مرحله انگل زدایی. در این مرحله ظرفی رو پر آب می‌کنیم و به ازای هر لیتر آب در آن 2 تا 4 قطره مایع ظرفشویی می‌ریزیم. این کار سبب لیز و لزج شدن تخم و کیست انگل‌ها و به سطح آب آمدن آنها می شود. در این مرحله از شستشو آب روی سبزی را آرام خالی کنید و از درون ظرف سبزی را درآورید. سومین مرحله برای میکروب زدایی است. دوباره سبزیتان را درون یک ظرف از آب بریزید و کمی محلول‌های ضد عفونی کننده داخل آب سبزی بریزید. بر حسب دستور روی کالا مقدار ماده ضد عفونی کننده را در آب بریزید. مرحله چهارم آبکشی. برای از بین رفتن اثر مواد شیمیایی سبزی را دوباره داخل آب ریخته و سپس آبکشی کنید تا کاملا تمیز شود. علت افزودن مواد ضد عفونی کننده یا مایع ظرفشویی برای شستشوی سبزیجات. در کشورهای خارجی همواره توصیه می‌کنند که پس از خرید سبزیجات آن را فقط با آب بشویید و هرگز مواد ضد عفونی کننده یا مایع ظرفشویی برای شستشوی آن نیفزایید، زیرا این مواد شیمیایی به درون بافت سبزیجات راه می‌یابند. اما متاسفانه در کشور خودمان به علت آبیاری سبزیجات با فاضلاب و کودهای انسانی چنین دستورالعملی برای شستشوی سبزی وجود دارد. گرچه همه ما می‌دانیم افزودن مواد شیمیایی به خوراکی‌ها سبب پایین آوردن ارزش غذایی آنها می‌شود، اما برای سلامت بودن لازم است به این طریق سبزیجات را بشویید. توصیه‌های 6گانه برای شستشوی سبزیجات. مصرف مایع ظرفشویی برای مرحله انگل‌زدایی سبزی‌ها در دراز مدت مضر است، اما به این علت که سبزی‌های کشت شده در کشور دارای تخم انگل هستند نباید این مرحله را حذف کرد. هنگام شستشوی سبزی‌ها برای حفظ تازگی بهتر است سبزی‌ها را با آب خنک بشویید. در مرحله دوم به این علت که تخم انگل‌ها به سطح آب می‌آیند آب را به آرامی خالی کنید. تمام سبزی‌های برگی را از کاهو گرفته تا کلمبرگ را با این روش بشویید و سبزی‌های برگ پهن آلودگی بیشتری نسبت به سبزی‌های دیگر دارند. سبزی‌ها را نشسته داخل یخچال نگذارید. سبزی‌ها بعد از انجام تمام مراحل توصیه شده شسته و بعد از خارج شدن آب اضافی در یخچال قرار دهید. این طریقه شستشو برای سبزی‌هایی است که خام خورده می‌شوند، اما می‌توان سبزی‌های مانند هویج، سیب زمینی و پیاز که پوست محافظ دارند فقط با آب شست. نکات مهم در مورد شستشوی میوه و سبزیجات. شستشوی سبزیجات با مواد خانگی. شستن سبزیجات با آب نمک. در ظرفی آب ولرم بریزید و سپس 2 قاشق مرباخوری نمک را به آن بیفزایید. اکنون میوه یا سبزی را به مدت 5 الی 10 دقیقه در آن بخوابانید و سپس با آب سرد بشویید. ضد عفونی و شستشوی سبزیجات و محلول سرکه سفید. در یک کاسه آب ولرم 1 قاشق غذاخوری سرکه سفید بریزید و میوه و سبزی را به مدت نیم ساعت در آن قرار دهید. سپس با آب سرد بشویید. اسید موجود در سرکه سفید سبب از بین رفتن باکتری‌ها و باقی‌مانده حشره‌کش از روی پوست میوه‌ها و سبزی‌ها می‌شود. از بین بردن باکتری و شستشوی سبزیجات با سرکه سفید. شستن ضد عفونی سبزیجات با مخلوطی از جوش شیرین و آب لیمو. روی میوه و سبزی برای ضد عفونی شدن مخلوطی از 1 قاشق آب لیمو و 2 قاشق جوش شیرین بپاشید و بعد از چند ثانیه آن را بشویید.